میگه وقتی دو تا مسلمان با هم سلام میکنن یکدیگر را در آغوش میگیرن پیش از اینی که از یکدیگر جدا شوند غفر لهما قبل افتریقا خداوند مغفرت میکنن گناه هر این بندشه پیش از اونی که از یکدیگر جدا شد. همین حالی ببین که مثلا با چهره یک برادر مسلمان میگن نگاه کردن تبسم کردن ثواب سلام کردن بغل کشی کردن از حال یک برادر مسلمان جویاشیدن خودش ثواب ما جا وقتی میرویم میشینیم اینجا تنها ما نیستیم اینجا نزول ملائکه نزول رحمت الله اینجا برادر عزیز وقتی که صحبت از خدا و رسول که میآید در اینجا ملائکه ها میآیند جمع میشن جین هایی که مسلمان در اینجا جمع میشن اینجا یک نزول رحمت برکت مغفرت هر یک نمی بیجه زدن ما هر یک نفس گرفتن ما هر یک نگاه کردن ما هر یک شنیدن ما همه این ها ثواب نوشته میشه. آدمی که ببین پای به طهارت پای به طهارت میگه وقتی نفری به طهارت میخوابه ولی ببیننده به طهارت این نفر میگه رخت خوابش حکم مسجد داره حکم مسجد نفس میگیره ذکر نوشته میشه 10 ساعت خواب میروه کو همین 10 ساعتش نماز نوشته میشه پای به طهارت یکی وقتی میشینی یک سخنی از کلام خدا میشنوی یک حدیثی از احادیث پیغمبر میشنوی چقدر بالاتر است چقدر ارزش داره با خاطر میگه ما رو بهشت صحبت یاران همدم است دیدار یاری نامتناسب جهنم است هر دم که در حضور عزیزی به سر بری دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است ببین مقصد چه داره خدا برای مقدر این بهترین لحظه های ما و شما است میشینیم سخن خدا اون خدایی که ما و شما را خلق کرده است اون خدایی که خالق ما هست اون خدایی که ما را خلق کرده است و اون خدایی که بگیم ما با همین نشست با همین صحبت ما شکل این نعمتاش به جا میاریم. هم خاطر خداوند همه ما و شما تمامی امت اسلامی را توفیقی عمل عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اطعم من اطعمنا واسقی وسقانا اکلت طعامکم الابرار صلت ملائکتهم الاخیار افطر علیکم الصائمون برحمتک. شما نماز برای خدا نخوان سجده نکردن به سجده از دنیا رفتن به کلمه از دنیا رفتن به ایمان از دنیا رفتن 6 سال نماز خوندن این بسیار کاری خدادار خیان دعای این بزرگاه به خدا که این بلکو بوده برکته اگر این خدری که مثال بسیاری جور میبینی که ویرانه شدن این دعای بزرگاه تا وقتی که الله میگه که یک انسان اگر در روی این کره خاکی اگر لا اله الا الله بیاد من همین زمین به خاطر همون نگه میدارم خاطر یک نفر خدر ارزش داره یک پیرمرد مسافر مثال بابامو میگه سر بر وقت خیست گفت که من نماز میرم عورت کرد و لباس پوشید بیرون از خانه شد نگاه کرد که باران باریده است زمین لایه یکی مسافر ایمانش به قوت یقینش باورش با الله که بود میگه پس نگشت او من نماز باید به جماعت بخونم حرکت کرد میگه دیگه در تاریکی روز سحر بر وقت میگه راه رفت یک چند قدمی زد که میگه بیچاره مسافر غلطید لباساش پر از لای برگشت خانش با لباساش حالیش کرد و دوباره میگه بیرون رفت دوباره رفت در دوبارگیش هم اصلا چیکار کرد؟ غلطید سیم باره میگه با آمد لباسای دیگر پوشید بیرون شد این در پشت همین دروازش یک جوانی در دستش یک چراغ ایستاده است
بعد میگه گفت که بابا دست بته. پیرمرد موسفید دست بته تا مسجد برسان. میگه دستش گرفت و اینجا بیا نغلطی، راست بیا، این طرف نگاه، این طرف بیا، اون طرف بیا، نغلطی. میگه با احتیاط، بسیار میگه با یک احتیاط همین جوان میگه این مسافر برد در مسجد رساند. بعد میگه نگاهش کرد، این پیرمرد مسافر میگه با چهره همین جوان گفت که بسیار کار نیک کردی، مرا تا مسجد رساندی، بیا با هم نماز میخوانیم، جماعت میکنیم اینجا نماز میخوانیم. مردم که هست ما هم نماز میخوانی همراه ما. گفت من نماز نمیخوانم. تو چگونه شخصی که نماز نمیخوانی اینقدر خوبی کردی، نیکی در حق من کردی، مرا به دهن در این مسجد آوردی، خودت هم در داخل مسجد میدرد همراه من نماز میخوانی، چرا نماز نمیخوانی؟ گفت من شیطان هستم. گفت شیطان؟ این کاری نیک، کاری خوب؟ ما شنیدیم که شیطان فقط با کاری بد وادار میکند، با فحشا و منکر انسان مسد سوق میدر راهنمایی میکند، خودت این کاری نیک کردی. گفت من به خاطر این کاری نیک کردم، این کار انجام دادم که یکم باری که غلطیدی الله در جمع ملائک اعلام کرد که من تمام گناهان این بنده ما بخشیدم. دویم باره میگه غلطیدی، الله گفت که من تمام اهل خاندان این بنده ما بخشیدم گناهانش. من ترسیدم که اگر سیم باره تو بغلطی و خداوند به سبب این غلطیدنی تو تمام اهل این قشلاق گناهاش نبخشد، که بعد این زحمت من چی میشود؟ این تلاش و مهنت و کوششی که من کردم اینقدر مردم مقصد واداری به گناه و مبتلای به گناه کردم، بعد این کاری من بیکار میشود. ببینی که به خاطر یک انسان متقی پرهیزگار اهل نماز، اهل با خدا و ایمان، الله متعال ببین چند قدر مقصد چی دیگرها را از ثواب این شخص برخوردار میکند، از فضیلت این شخص، از برکت این شخص، از هستی این شخص. الله متعال چندین نفرها را چکار میکند؟ گناهانشان را برطرف میکند، اونها را مثلا چی رحمتش شامل حال اونها میکند. ما خاطر بدن این بزرگا واقعا برای ما بگیم چی است؟ جا دارد که شکرگزار باشیم، جا دارد که ما با اینها بشینیم، از اینها بآموزیم. در این دیگ حیات، در این دیگ زندگی، در این دیگ مشکلات، در این دیگ بگیم که بسیار غوغا، اینها پختن. اینا تجربه دارن که تجربه خودش نصف علم است. بسیاری بزرگان در کتاباشون می نویسن اونها مجربن. مجرب یعنی تجربه دیده. اونها از حیات خودشون می نویسن. ببین یک شخص تنتاوی میگن در مدرسه یگیپت مصر کلام زمان الازهر در همون مدرسه کلام مدرس بوده، درس میدوده. همین کنفرانس امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی جشن گرفته بودیم، همون وقت آمده بوده است تاجیکستان یک شیخ عربه، بسیار کتاب‌های بسیار نوشتگیه. در یک کتابش یک قصه را می نویسه. ببین این در یکم کتاب نخونده است، یک حیاتی بگیم یک زندگی یک وقتی را دقیقه‌ای را می نویسه که بسیار زندگی انسان را تحول میاره. میگه یک روز در نماز جمعه همین شیخ تنتاوی میگه امر معروف میکرده است، این رابطه با جایگاه صحابه صحبت میکرده. این صحابه های پیغمبر چی شخصیت هایی بودن، بسیار با یک زبان فصیح اینها را توصیف میکرده صحابه های پیغمبر. یک جوان میگه بعد از نماز جمعه پیش همین شیخ میاد زیارت میکند و شیخ هم میگه من سوال دارم. میگه چی سوال داری؟ میگه سوالی من این هست
که من در حیاتم گناه نکردم، خاری قرآنم، همیشه نماز با جماعت است، همیشه در زبان ذکر است، همیشه گوش کننده قرآنم، همیشه حفاظت کننده چشمانم. آیا من میتونم با صحابه های پیغمبر خدا برابر شوم؟ این شیخ میگه بسیار مانده بود که وقتی که این سخنرانی میکنی، امر معروف میکنی، این کاری بسیار دشواره، احتیاط میکنی که مثلا سخنت یک وقتی مثلا درست باشه. بعد یکم ایکی دویم ایکی مثال همین وقتی امر معروف میکنی، دیگران از امر معروف تغذیه میشوند و خودت مانده میشه، یعنی ذریت میگیرن هیچ سایده. بعد میگهش که مثال هفته بعد بیا، من جواب این سوال را خواهم گفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العزيز الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بخشید امسال و ثمره کلام پاک زیبا رو بر زوی حق جل جلاله و روحانیت تمام انبیا علی خصوص محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اولی الله، شهدا، صدیقین، صالحین، نیکان، خوبان، علی خصوص از این جمع، علی خصوص از اهل این برادری که قاریسای پدر مادر دیگر گذشتگی از طرف خود و خانواده‌اش که باشند خدای رحمت و مغفرت گردانده باشی. روشانش شاد و منزلشان را پرنور و قبرشان را الله متعال باغی از باغ‌های جنتت گردانده باشی و در بهترین جوار رحمت خودت الله متعال جایشان بدی. پروردگار مریضان را شفای کامل صحت عاجل عنایت بفرمای. قرضدارها را الله از قرضشان نجات بده. زندانیان را تا واسطه‌شان را الله فراهم بگردانی. خیر احسان‌های برادر و پدرگاه پاک و منظم و طاهر منورت قبول بفرمای. دستگیری آخرت سایبانی سرش بگردانی. پروردگار این خانه‌هایی که درست کرده ای خدای با پای تکمیل و خدای با برکت و مبارکشان بگردانی. الله متعال سرزمین ما را، وطن عزیز ما را آبادترم و تنجی و امانی و صلح و وحدت یکدیگر فهمید اتحاد انسجام خدای پایدار بگردانی. اقتصاد و پیشرفت و دین مبین اسلام را در تمام کره خاکی سربلند و پیروز بگردانی. مسلمان های ما را مسلمان های واقعی، مسلمان های حقانی بگردانی. هر کی را مراد است و مقصود است و حاجات است و طلب است الله متعال با خودت معلوم است برآورده خیر بگردانی. پروردگار را در کسب و کار و مال و جان ها برکت. برادرهایی که در غریبی هستند خدای پروردگار را از تمام ضرر و زیان ها، از تمام مشکلات ها الله حفاظتشان بفرمای. با دستی پر با سری بلند با وطنی عزیز را برگشتن را خدای نصیب و روزیشان بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح. اللهم اني اسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. خیر و برکتی بسیاری. السلام علیکم.